عرض سلام، خسته نباشید دوستان. بعد از مدت خاطر مشکلاتی که پیش اومده بود نتونستیم سر کار بیام، تعطیل بودیم 10-15 روز. استاد دستش درد نکنه کار کرده، هم از بغل پلمون گرد بالایی هم در ساده براش دادیم، یه باکسی و استاد هاشمی هم که نورگیر شروع کرده بود به کار. ببینیم کجا رسنده. بله. نورگیرم نفشیاش گم کار کردیم. اینو در حد پایین آوردیم که سقف تمام شدمون با سنگمون یکی بشه که بالا پایین نداشته باشه. هم از داخل نورگیر و نمای پشتم که تازه شروع با شاسی کشی کردیم. روز گرفتارش بودیم، امروز بریم ببینیم که نمای پشتمون شاسی کشی شروع کردیم. تازه دیروز 1 ساعت 2 ساعت کار کردیم. آره این هم شاسی کشی. استاد سلام. استاد جوشکار جدید مصطفی نظری. خب این هم شاسی کشی هم شروع شده. یه 2 تا باکس 50 سان خاطر لوله آب بارون اینا داریم. او بر ساختمون هم برای لوله آب بارون او کنار پنجره شاسی کشی داریم که بر تموم بشه بعد بریم او بر بریم که استای سنگکار بغل پلمون کجا رسنده، کارشو تا کجا رفته. سریم طبقه سوم انشالله خب کار پیش کرده. هم جای باکس خالی گذاشته، بنده خدا گروش نداشتیم سنگای رسیدیم به اینجا. حاضر چرا بالا سنگ بریش نمیزیم؟ سنگ میارینه؟ خب این هم از سنگ ها
اسکوپایی که زدیم یکی اوور یکی ور زدیم که گرایش بهتر بشه. سلام استاد، خسته نباشی. سلام دوستا، خوبین؟ انشالله خوش بگذره. انشالله خوش میگذره. اگه بگذره. امروز جشنواره داریم. دوستا شاسی کشی برای نماز. جوانای تازه رسیده از افغانستان برای کار آماده کنید. آره ببینید چقدر جواب خوبه. چند مرده الله چند روز در نیش در نمده. دیگه 14 دیگه کم بدیم. 14 دیگه خلاص. نداره؟ نه نبریدید؟ موازه شده واسه من هستم.